باز هم خوش آمدین بیننده های عزیز. سپاسگزاری از همکار عزیزم میکنم که گزارش شهری را بر شما تهیه کرده بود و همچنان زحمت زیاد کشیده بود. در قسمت برنامه مهمان عزیز با خود داریم. بخش مهمان است، یعنی استیج اجمندون سهار. باز هم شکر خدا مهمان دار است. در این ماه مبارک رمضان ما هم مهمان دار هستیم که مهمان دوست خداوند جل جلاله است. سپاسگزاری از مهمان عزیزم میکنم که دعوت مرا پذیرفتن. سوسن جان مبارز رحمتی با ما در برنامه هستن. بیاین که اول از خودشان بپرسیم که چگونه رمضان بخیر آغاز کردن. سلام سوسن جان عزیز، صبحت بخیر، صبح رمضانیت بخیر. البته خوش آمدی به برنامه. علیکم سلام، سلام متقابل بر شما و بیننده های عزیز شما و صبح بخیری بر تمام مؤمن مسلمان دارم و یک رمضان خوب و خوش در قدم اول تبریک میگم و بعدش رمضان خوب و خوش از الله متعال خواستار هستیم. خب فعلا خب که صبح است و معلوم نمیکنه و انشالله وقتی که ایمان قوی باشه و استواریت فکر نکنم با تنهایی که ما 1 ساعت یا 2 ساعت 3 ساعت چیز نخوریم هیچ چیزی نمیشه. و ای که عقیده و ایمان ما و همی که استوار بر دین خود هستیم باسی همه چیز تکمیل میسازه و بر بنای از او خود مستحکم ساخته میتونیم. پس روزه ماه مبارک رمضان یک دلخوشی است و یک بزرگترین فرصت برای ازی که ما یک بنده خوب به الله متعال شدیم. بله واقعا سوزن جان عزیز که یک ماه پر برکت، پر از رحمت و ماه مغفرت از گناهان است که خداوند به همگی توفیق عمل نصیب بکنه که بتانیم روزه را به بسیار خوبی سپری بکنیم و همچنان ماهی است که ما مهمان نوازی بکنیم از این ماه. سوسن جان عزیز برمیگردیم به موضوع برنامه و موضوع برنامه ما همچنان در مورد رمضان است. رمضان چگونه یک ماه است؟ خب ماه مبارک رمضان ماهی که در این قرآن عظیم شان نازل شده و یک ماهی که نزد الله متعال بسیار یک ماه پربرکت است و همچنان از بود دیگه اگر تعریف کنیم الله متعال چرا ماه مبارک رمضان فرض گردانید یا چرا با وجود آورد؟ به خاطر ازی که سیر از دل گشنه باید بیاید. کسایی که توانمند هستن و از بود اقتصادی میتونن اونا رسیدگی، یعنی هیچگاهی بعضی ها هستن که درک نمیکنن مثلا گرسنگی یعنی چی، چون اونها از دید اقتصادی همیشه توانستن که یعنی خودشان یعنی بسیار خوب تقویت کنن. اما زمانی که یک کسی که در لب سرک میشته باشه و فکر که غذا نمی داشته باشه یا در خانهش هیچ چیزی نمی باشه و این فردی که همه چیز در خانه داره اما زکات مال خود هیچگاه پرداخت نمیکنه، یعنی اینقدر مال دوست می باشه که حتی اونمو رو هم ترجیح میده برای خودش. اما با تاسف که بگویم و شرایط اقتصادی بدتر که داخل افغانستان ما و شماست و یک عده افراد کمتر است که اینها همی حس انسانیت دارن، حس انسان دوستی دارن و همی بر میخوره به ماه مبارک رمضان که الله متعال اینا را به یعنی زمانی که اینها گرسنه هستن پس طبیعی است که اینا توجه میکنن که زمانی که انسان گرسنه باشه و همه چیز در اختیارش باشه خوردن نتونه. پس اینجا اینا بسیار خوبتر درک میکنن. کسایی که ندارن باید برای اونها کمک شود از نگاه لباس و از نگاه غذا و طعام، هر آن چیزی که در دسترس دارن. پس باید برای غریبا و فقرا کمک کنن و همین است که یک حس بشریت کلی در بین به وجود میاد. بله سوسن جان عزیز، قسمی که خودت گفتی ماه رمضان یک ماهی است که انسان همه چیز از خود یک زکات داره که باید زکاتش پرداخته شد و روزه هم زکات بدن است که انسان باید بپردازه. ثواب گرفتن روزه چقدر است؟ یک شخص روزه دار چقدر کسب میکنه ثواب که روزه میگیره؟ خب فردی که روزه میگیره ثواب خیلی ها زیاد است که اگر به شکل کاملش گرفته شود، نه تنهایی که ما دهن خود بسته کنیم و از خوردن و نوشیدن منع باشیم و بسیاری به گفته های بسیاری از افراد من روزه هستم
اما با تأسف نماز وجود نداشته باشه و غیبت همچنان جریان داشته باشه و زنای چشم که هر به نامحرم باید نبینن و همین چیزهایی که منع قرار داده شده کلا جریان داشته باشه و صرف خوردن و نوشیدن منع به خود قرار داده باشه، پس این روزه نیست. پس این چیزی است که خودش یعنی اما تو اگر ما یک مثال بتیم حیوانه، اگر یک روز مکمل مورد یک جا بندازیم و آب و غذا ندیم، طبیعی است که اون روزه با مانند فردی که روزه گرفته و هیچ امو نزاکت هایی که در ماه مبارک رمضان است و امو مکتب رمضان اصلا نمیدانه که باید چی کنه، پس این فرد با همو حیوان هیچ اصلا به نظر من فرقی نداره. زمانی که روزه میگیریم اگر فرد کامل باشیم و بخوایم که یعنی الله متعال، خاص الله متعال و رضایت الله متعال ما کسب کنیم، اخلاق نیکو، حتی صحبت خوب هم یک صدقه جاری است که ما اگر هیچ چیز نداریم یک صحبت خوب، یک لبخند خوب یک کس میتونیم بزنیم و امی ثواب رمضانی ما زمان دو چند و سه چند میشه که عصبانیت کلا دور باشه، خاص به رضای الله و هر آن چیز قدر بر ما خوشایند باشه، یعنی ما هر مشکل خود مختص به رمضان نکنیم، اعصاب خرابی خود مختص به رمضان نکنیم. ما رمضان است، ما حوصله ندارم با ما صحبت نشه و در فامیل هایی که فعلا در افغانستان ما و شما که با شرایط اقتصادی خیلی ضیق است و فشاراتی که بالای یک عده از خانم ها هست، ما متوجه میشیم که در ماه مبارک رمضان حتی کشت و مرد به وجود میاد که اینها فامیل ها و هم چی میشن، تمامش این نمیسته که صرف دهن ها بسته است و ما رمضان است، ما روزه گرفتیم، در این کلا ثوابی وجود نداره. اگر بخوایم غیر از رمضان و در ماه مبارک رمضان که به خصوص ماه پربرکت است و بخوایم کسب رضایت الله متعال را بکنیم، پس طبیعی است که ما اما چیزهایی که خلاف شکننده هایی که مورد به ای که روزه ما را از بین ببره باید متوجه باشیم، انجام ندیم. و انسانی که کوشش میکنه و بسیار همیشه به خاطر الله متعال پیش میبره، پس او 100% که نزد الله متعال در دنیا و آخرت اجر عظیمی داره. بله. بانو سوسن عزیز، خودت از اخلاق وضع ها یاد کردی، خصوصا بعض، البته تمام همه گیره نمیگم که همگی بگوین که ما را میگی، بعضی ها هستن مثلا روزه میگیرن حتی یک کلمه همراهشان گپ زدن نمیشه. یعنی در مورد بیایم که در مورد اخلاق رمضانی که همه برشان یادآور شویم که در رمضان باید چگونه اخلاق داشته باشیم. بعض مردهای خانواده هستن که یا که در خانه هستن حتی یک طفل نباید سر صدا بکنه که چرا که روزه داره. چقدر تاثیرات خدا داره بالای یک روزه دار؟ خب با تاسف بسیار فراوان میتونم بگویم که زمانی که ما روزه میگیریم پیشتر یادآور شدم که با بستن دهن و خوردن و نوشیدن ای که منع قرار داده شده و ما همو را محکم میگیریم که من روزه هستم. کلا دیگه اخلاق خود، همه چیز خود، حتی با طفل اینها برخورد خوب نمیکنن. یک عده از افراد که چشم دید خودم هست و اینها قدر فشارات بالای فامیل به خصوص امو خانمی که در خانه است با وجود میارن که او مسکین مجبور است که آب و غذا و نان و همه چیز باید آن تایم باشه، اصلا اندکی مشکل در زو به وجود نبیه. پس این یک نوع بد اخلاقی میتونیم بگوییم، چرا که اخلاق چیزی است که ما نه تنها در رمضان باید ای که رمضان هست یا نیست، ما باید چیزی که سنت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره اگر بخوایم الگوی خود قرار بدیم، پس ما این گونه افراد نمی باشیم. پس با تاسف که در بعضی از فامیل ها که حتی فشارات بالای همو خانم زیاد است، او باید مجبور است که از روزه و نمازی را که حتی نماز فرضی خدا نمیتونه درست ادا کنه، به خاطر از اینکه این کلا خدا در اختیار یک فرد قرار داده که باید هیچ مشکلی باید به وجود نبیه، چون که فرد یا شوهر یا برادر یا پدرش می باشه روزه داره. پس اینجا هیچ کسب ثوابی اصلا وجود نداره، برعکس گناهی هم از خود میگیره و از فرد دیگرم.
و مو اطفال مسکین چقدر بالای روحی از اینها تاثیر پذیر است که اینها در ماه مبارک رمضان کلا دیگه از اون بخش تغذیه و یکی خوب به دور میمونن. بعضی خانواده ها غذایی را که مثلا در روزهای عادی اینها تیار میکردن بعد از اون چیزی که مانده باشه با طفلکا میتن. بله. یعنی خود از زحمت نمیتن. بعضی هایشان از یک دیدگاه ضربه تغذیوی بر طفل است، روحی روانی. از سوی دیگر فشاراتی که بالای فامیل است که رمضان است این دیگه کلا بالای از طفل خیلی ها تاثیرهای منفی داره و بالای هم خانم های خانواده. پس خواهش من از آقایانی که در ماه مبارک رمضان به خصوص اینها در خانه می باشن و اینها باید اخلاق رمضانی خود خیلی ها حفظ کنن. در کنار ازی با همسرشان دست کمک بتن مانند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چقدر اونها اخلاقشان زیبنده بود که زمانی که داخل خانه می شدن حتی نمی خواستن که با تو صدای پایشان کس اذیت شود و بلند شود. ببینید الگوی ما مسلمان ها و به خصوص مردان مسلمان اینها باید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگیرن و او زمان میشه که یک رمضان خوب، یک روزه‌دار بسیار خوب باشه که هم مخلوق خدا از انسان راضی باشه و هم الله متعال. بله 100% باید یک روزه‌دار بهتر باشیم و از راه و روش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم. سوسن جان عزیز، آیا روزه گرفتن تنها نخوردن ننوشیدن است؟ خب اشاره کردیم، بازم برمیگردیم به سوال. زمانی که یک عده از جوانان میخوایم مثال بدم، اینها آغشته با مواد مخدر هستند. ببینین عملی افرادی که مثلا با سیگرت و چرس و انواعی که متضرر به بدن از اینها هست، اینها در روزهای عادی خیلی ها مصرف کردین، استفاده کردین، اما ماه مبارک رمضان اینها با تاسف چون عمل شده برشان، اینها از دید عقیدتی هم خیلی ها ذهنیتشان پایین‌تر از دیگه. خوردن روزه بر از اینها خیلی ها ساده است. زمانی که اما عمل بر سرشان آمد مجبور هستن یا ای که در خانه نزاع کنن، جنگ کنن یا سرکوب اطفال و خواهر یا خانم، بالاخره اینها دست به خوردن روزشان میشن که یک چیز عادی است که اینها متوجه نمی باشن. و اگر خوبتر اشاره کنم که بازم اگر اینها دهنان خود بسته میکنن، با تاسف که دیگه هیچ متوجه از این نیستن که یعنی ماه مبارک رمضان یک فرصتی است که الله متعال نصیب ما ساخته و ما خوشبخترین افرادی هستیم که امروز این چانس بر ما داده شده که از این استفاده کنیم. در طول سال الله متعال چقدر بنده نواز است، اما با تاسف ایره هم به اعصاب خرابی، به بدماشی، بد اخلاقی یک عده ما به سر میبریم و بر ما بسیار عادی است. فقط می که شب شوا روز شوا و دهن ما بسته باشه و از چیزهایی که منع قرار داده شده و او چیزهایی که بر ما گفته شده که ما باید چنین باشیم اجرا نمی کنیم. پس به نظر من از این که فرق ازی با یک حیوان هیچ چیزی نیست. بله 100%. بانو سوسن عزیز، ما و شما باید چگونه خصوصیات یک روزه‌دار خوب داشته باشیم؟ خب در قدم اول برای خانم های خانه بسیار زیاد برای اینها یعنی مشکل بسیار زیاد است. خودم یک خانم خانه هستم، درک میکنم که زمانی که یک خانم مسئولیت افطار و همه چیز آماده ساختن اما خوردنی را برای یک روزه‌دار جور میکنه، اگر اثر صدق باشه، بسیار بس صداقت، راستی و بر رضایت تمام اما کار مسئولیتی که به خودش است انجام میده، ثوابی است که الله متعال اجرش 100% برش داده نیست و برش میده. و دومی که بسیار مروج است در فاتح خانه ها ما میریم زیادتر توجه میکنیم که می خانم ها زیادتر به می قصه هایشان، چی ماه مبارک رمضان چی غیر از ماه مبارک رمضان، زیادتر به نام غیبت اینا فلان این چیز گفت، من این چیز گفتم، این صحبت ها خیلی ها نادرست است.
اگر بخوایم روزادار خوب باشیم پس غیبت را کلا دیگه از وجود خود دور بسازیم. تو یک تمرین با خود داشته باشیم که از سر عظیمی ثانیه‌ای که روز اول ماه مبارک رمضان است، ما با خود تصمیم بگیریم که چیزهایی که من قرار داده شده، چی آقا و چی خانم، باید کلا دور بسازیم. اخلاق خوب را به خود بگیریم، غیبت را دور بسازیم و در کل وعده خلاف نباشیم. در سر صحبتی را که میگیم باشیم. تمام از این از الله متعال یک اجر ثوابی است که 100% بر انسان دادنی است و چی در دنیا و چی در آخرت. و اگر اولاد هستن برای احترام به پدر و مادر خود داشته باشن، ناراضی نسازن. اگر خانم است به شوهر خود احترام و هر دو با هم داخل یک چوکاتی باشن که احترام متقابل به یکدیگر داشته باشن و همچنان دست کمک باید شوهرها با خانم‌های خود داشته باشن و زیادتر کوشش کنیم که نرنجه کس در کل، چرا که رنجیدن قلب ها چیزی است که هیچگاهی جبران پذیر نداره به نظر خودم. بله 100%. بانو سوسن عزیز، آماده کردن سفره افطاری و یک بانویی که کاملا وقت خود در آشپزخانه میگذرانه، چون همگی باید روزه دارن و این مسئولیت به گردنش است که باید یک نفر کلا دیگه در آشپزخانه وقت خود بگذرانه، چقدر ثواب کسب میکنه و همکاری چقدر خوب است؟ این بسیار یک سوال بسیار خوب بجا شما، بسیار زیاد تشکر. که معمولا در خانواده های افغانی و خصوص زیادتر مروج است که اگر عروس است باید زیادتر مسئولیت آشپزخانه که یک چیز خیلی مهم است به دوشش است. اگر دختر خانم است اینها هم مسئولیت دارند دیگه. پس زمانی که گفتم اثر صدق باشه و صدق و صداقت در از اینکه ما غذایی را که آماده می سازم برای یک روزدار آماده می سازم، بسیار به نزاکت تمام باشه و بعضی ها زیادتر مروج از بینشان که ساعت ها به آشپزخانه خود میگیرن. به خاطر روزدار دیگه اینا زحمت میکشن، حتی اینها متوجه این نمیشن که باید خودشان هم باید نمازشان اما تلاوت قرآن عظیمشان باید داشته باشن در ماه مبارک رمضان که چقدر ثواب و اجر داره. اینها 70 رقم غذا تیار میکنن که از یک سو خب یک بسیار زیاد اسراف است. از سوی دیگه زمانی که آماده میسازن و وقتشان کلا ضایع است، باید وقت تایم نماز و قرآن عظیمشان برای خود مختص داده باشن و دیگه ای که دست کمک با اینها باید 100% داده شود و تنها باید مانده نشن، به خاطر از اینکه بعضی هاش مجبور می باشه که باید ما اینمی غذایی را که گفته شده باید آماده بسازم. در صورتی که آماده نسازم خود چون سر صدا مبره. در فامیل ها، در بعضی فامیل ها خیلی ها مروج است که هیچگاه شنیدن حرف حقی وجود نداره. فردی که رئیس خانواده است، چون رئیس خانواده است او باید هر چیزی که او بگوید باید مشاهده. پس این عادت ها و این بدبختی هایی که قبل از ماه مبارک رمضان جریان داشت، اینها را کلا دور بسازیم از خود. شوهر خوب، خانم خوب، اولاد خوب، در کل یک انسان خوب باید شویم. کسی باشیم که تا زمانی که خود ما از خود رضایت حاصل نکنیم، عذاب وجدان خود را ما با خود معامله کنیم، ببینیم که چقدر ضعف ها با ماست، چقدر خطا هاست، در قبال از اینکه یک آینه باشه و ما خود ساده باشیم. فکر کنین اگر زمانی که محکمه وجدان محکمه است که میگه ضرورت به قاضی نداره، زمانی که من خود محکمه کنم در هر گناه خود، پس اینجاست که اصلاحیت به وجود میاد. پس دیگه هیچ نیازی به این نیست که ما یعنی کسی برای ما بفهمانه، چون ما متوجه میشیم و یک روزدار خوب 100% باید چی در ماه مبارک رمضان و چی در بعد از او باید متوجه اخلاق، چون کسب اخلاق و یک رویه و اخلاق با همسایگان چگونه باید داشته باشیم، این چیزی است که مختص به خود فرد است. تا زمانی که خود فرد نخواهد هیچ کس عادات از روی
تغییر دادن نمیتونه. دیگه بسیار مهمتر است. بله 100%. خود انسان باعث تغییر خودش میشه. اگر نتونه که خود تغییر بده پس هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. یک روزدار خوب در روزه در ماه مبارک رمضان چی کارها را انجام بده که کسب ثواب بیشتر ببره؟ تشکر رحیم جان قند و سوالات بسیار خوب بجا، سوالاتی که واقعا تمام روزداران و خانم ها زیادتر اینها برنامه را بیننده هستند. طبیعی اگر از 100 صحبت ما یک صحبت خود شاید سبب یک خیراندیشی شده باشه انشالله. و روزدار خوب زمانی که اگر ما از دید اقتصادی اقتصاد خوب در داریم، ولو که هر قدری هم که پایین‌تر باشیم، حس انسانیت داشته باشیم، بازم میتونیم کسب ثواب کنیم. همسایه ما از احوال همسایه ما که در داخل خانه است یا بیرون است باید ما کوشا باشیم، جویا باشیم و بدانیم که در چی حال است. غذایی را که آماده میسازیم اگر خاص به رضای الله متعال یک مشقابز رو برای همسایه ما صدقه کنیم، ببینیم که چقدر یک روزدار خوب خواهد بودیم. کسایی که اقتصاد بالا دارن و اینا یک چانس بسیار خوب است برشان. افرادی که ببین ماها حتی در کل سال هم گفته میتونیم که اینها بدیگشان غذای مقوی مانند گوشت و یگان چیزایی دیگه اینا نتونستین که برای اطفال خود یا برای خود آماده بسازن. پس بیاین دست از اینا رو بگیریم و اینجاست که ما روزدار خوب میشیم و درک کنیم که رمضان، اصلیت رمضان به خاطر چیست. چرا الله متعال قدر رمضان را یک سمبول بسیار خوب در دانسته. پس اینجاست که درک فردی که شکمش سیر است با فردی که نداره و هیچ قدر یک جا شده میتونه. صدقه و همه چیز را ما باید مد نظر بگیریم و از اخلاق رمضانی باید استفاده کنیم. از عصبانیت و بدبختی هایی که مربوط به یک فردی که به گفته خودش که روزه است و ما روزه گرفتیم و صدای خود بلند میکشه، باید از اینها کلا دیگه خداحافظی کنیم. یک چانسی را که الله متعال بر ما داده و این چانس را به هیچ قیمتی باید از دست ندیم. اگر بخواهیم 100% انشالله ما یک فرد خوب خواهد شدیم انشالله. بانو سوسن عزیز، بعضی ها هستن که در افطار زیاد عجله میکنن و در سحری منتظر از این می باشن که به گفته بعضی ها که زیاد معمول است که مولای خودم آذان نداده، خیلی تا وقتی که آذان نداده من میخورم. این چگونه است؟ یعنی ثواب داره؟ اجر ثواب کمتر داره؟ اجر ثواب بیشتر داره؟ خب در افطار خب 100% عجله باشه. عجله به خاطر از که چون ثوابش هست، اما بعضی ها که مختص به مو که فقط متوجه به این نمیکنن که مولا اذان داد یا نیست، صرف به مو نفسی که درگیر از او هستن که باید ما بخوریم. اینا عجله میکنن. خب 100% دزی او صرف بازم با مو صحبت خود برمیگردیم، دهن خود را بسته میکنن. یک روز رمضان که امروز است اگر ما متوجه شویم به روز بعد ببینیم که آیا در وجود ما اندکی تغییر به وجود آمده یا نه. اگر روز دوم رمضان چنین خصلت را ما عادت خود بسازیم که باید در وجود ما کلا عادت یک تغییری باید به وجود بیاید. از تمام چیزهایی که منکرات است ما باید به دور شوم. فردی باشم که در کل آهسته آهسته از همه چیز. اینجاست که تمام هوش حواس تمامش به خاطر کسب رضایت الله متعال کار میکنه دیگه. اینجا به اسم رمضان یک چیزی است که بسیار مهم پنداشته میشه و همچنان خوردنی که مثلا ما فکر کنیم که اگر چای صبح نمیخوریم در سحری ما بلند میشیم میخوریم، صرف یک چاشت به لفظ عامیانه در مابین میمانه دیگه. کلا امو یک گپ است. بالای نفس خود ما مشت باید بکوبیم و بسیار متوجه شیم که ماه مبارک رمضان است، باید تغییر مثبت در ما وجود بیاید. و خوشبخت کسایی هستن که واقعا به گفتار نی به عمل چنین کار انجام میدن. از خودم گرفته تا کسایی را که من به لفظ خود میگم
باید در سر صحبت های خود استاد باشیم. به خصوص ترجیح میتم که کوشش کنیم که هیچ کس از ما خفه نشه. بهترین اصلش همیست. 100% سوسن جان عزیز که چی میگن، اگر یک دل کس را بشکنانیم فکر کنیم که چقدر ما شما گناه کردیم. یعنی دل شکستاندن از هر نگاه خوب نیست. بانو سوسن عزیز، بعض خانواده ها هستن، خصوصا در یک خانواده که عروس می باشن، قدر کار بالای از او زیاد است. بیشترم خودتان یادآور شدین که او فرصت نمیکنه که بره نماز بخونه یا قرآن عظیمشان تلاوت بکنه، و یا هم سر سفره افطاری که میشینه بالایش کارهای زیاده است و فلانی چیز سر دسترخوان نیست بری باید خودت بیاری، فلانی چیز سر دسترخوان نیست، آب نیست، نان نیست، هیچ چیزا مسئولیت یک عروس است که باید یا امو عروس خانواده آماده بسازه. آیا امی که عروس خانواده این کارها را انجام میده و خودش از خوردن افطاری کم محروم میمانه، اجر ثواب از این چقدر است و کسی که بالای زی فشار آورده آیا این هم به گناه آغشته میشه؟ 100%. وقتی که پیشتر بیان کردیم گفتیم در فامیل های افغانی به خصوص مروج است که خانمی که چی در مرکز و چی در ولایت، چشم دیدهایی را که ما متوجه هستیم دیدیم زیادتر مختص به یک فرد است. او باید همه چیز را آماده کنه، کلا دیگه از سر نفس خود مشت بکوبه، باید نخوره ننوشه، حتی به مو آداب و رسوم دینی خودم باید نرسه. بله. این خود طبیعی است که گناه بسیار بزرگی را که فردی که در رأس است انجام داده، چرا که یک کسی که مظلوم قرار داده شده و فردی که ظالم قرار داده شده، چقدر اینجا ببینین زیاد ظلم صورت گرفته و او هم فردی است که واقعا متوجه میشه به خاطر از اون اثر ادب و اخلاقش هیچ چیزی نمیخواه بگه و این بزرگترین اجر و پاداش است که صبر کرده در مقابل افرادی که چنین حالت با این جریان داره. پس اگر یک ایده از خانواده ها زیادتر از رسانه ها تقلید میکنن، گفتارهایشان یک اثر مثبت میگیرن. بعضی از خواهران ما که اینها نمیتونن روبرو صحبت کنن با چنین افرادی که مثلا در رأس خانواده چی اما مادر شوهرشان است یا خواهر شوهر یا کسایی هستن که اینها فشارات به وجود میارن یا رئیس فامیل هر هم کسی که به اصطلاح هم خشونن. بله امی افرادی هستن. پس این از طریق رسانه ها اینا بسیار یک موضوع بسیار خوب، یک دید مثبت بر از اینها داده میشه. این برنامه ما خودت بهترین اصل به خاطر خانواده ها هستن، به خصوص خانم هایی که اینها صحبت کردن نمیتونن و از حقشان دفاع کردن نمیتونن، به حقی را که الله متعال برش داده و مظلوم قرار داده میشن. پس امو فرد ظالمه که متوجه میشه که واقعا این هم کسی است که ما هم رمضان از روزه گرفتیم و این هم در کل ما خب شاید قدر کار انجام نداده باشم و این خانم بسیار شاید یک سرکوبی پیش وجدان خود داشته باشه 100%، و امو فردی که ظالم مظلوم قرار داده شده هم باید با آداب و رسوم دینی خود از همه کارهای خود کرده باید ترجیح بده. و به نظر من اقسام خانم ها هستن که فقط شکم ترجیح میتن و برامو افراد خدمت کنه. نماز، تلاوت این چیزی است که اگر یک خانواده اساس بنیادش به مقسم گذاشته شده، پس خانم میتونه یک تقسیم اوقات بسیار عالی بر خود آماده بسازه. چون اگر تقسیم اوقات داشته باشه هیچگاه سر دوچار از این نمیشه، یعنی هیچ کس بالاش صحبت کنه، هر کارش به اساس یک تایم باشه بسیار خوبتر است. بله 100% صبر کردن، صبر داشتن، چی در افطار است، چی در سحری است و چی در جریان روز است که یک شخص روزدار باید صبر داشته باشه، اجر ثوابش چقدر خیلی بیشتر، خیلی ها نزد الله متعال کسایی که صابران را خیلی دوست داره و کسایی که صبر میکنن زودتر به سر صدا بر نمیدارن و دست به شکایات نمیزنن و اینها کسایی هستند که مانند حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، اساس بنیاد تاریخ اسلام اگر ما مطالعه کنیم تمامش به اساس صبر گذاشته شده. اینها صبر کردن که به مقام ها و جایگاه های بسیار بالا نزد الله متعال یعنی به وجود آمدن.
پس باید صبر داشته باشیم و هیچگاه صبری را که چی در اساس مشکلات باشه، چی در اساس یک خانم در مقابل شوهرش صبر میکنه، یک دختر در مقابل مادر و یک اولاد در کل در قبال فامیل خود مسئولیت پذیر است که باید نفقه از اونا رو به وجود بیاره، مجبور است که باید صبر کنه چون راه دیگه نداره. پس نزد بنده اگر گم شدنی باشه، نزد الله متعال هیچگاه گم شدنی نیست. در جای نه در جای برش نشان میده خوبی هایشه و همچنان به مقام های بلند او را خواهد رساند، چی در اجر دنیا و آخرت 100% برش داده میشه. انشالله که ما شما همین ما باید صبر و تحمل در همه عرصه ها داشته باشیم. بانو سوسن عزیز، تلاوت قرآن عظیم شان چقدر انسان کسب ثواب میکنه؟ خب 100% اگر آداب رمضانی داشته باشیم و تقسیماتی که در رمضان و غیر رمضان داشتیم داشته باشیم، این بسیار خوبتر است. بخصوص آقایان خود 100% شاید بتانند در تراویح ها اشتراک کنند در مساجد و در ختم ها، اما خانم ها در خانه می باشند. اینها باید زیادتر کوشش کنند که مختص برای خود یک برنامه را نسازند. مثلا مادر است اما خورد و نوش اولادش به دوش است. اینها باید در تمام عرصه ها باید فعال باشند تا زمانی که خود انسان کوشا نباشه و خودش به جای خود نرسانه، فکر نکنم هیچ فردی او را از دستش گرفته به جای ببره. تا زمانی که من خودم در مسئولیت های خودم مسئولیت پذیر نشم، هیچگاه کس بر من فهمانده نمیتونه. پس یک خانم اگر از یک دختر خانم، زیادتر ما میبینم در فامیل ها دیدیم که اینها زمانی که رمضان است از سر صبح که اینا میخوابند، یک ایده از خانم ها و آقایان از سر صبح الا با مو نمازی که است و اگر بلند شد یا نشد پس دوباره سر میمانند به افطار بلند میشن. پس این کدام روزه خواهد بود؟ کدام کسب ثواب و اجر نزد الله متعال خواهد بود؟ فرد با روزای عادی هیچ فرقی نداریم، صرف میخوایم که ساعت ها بگذره، در حالی که هر تایمی که در رمضان میگذره مانند ارزشش از طلا کده بالاتر است. اگر واقعا درک کنیم و اعتبار خود یک مضمون بسازیم و همچنان بخوایم آداب و اساس و بنیاد تاریخ اسلام را ما با تمام اساسیتش باید درک کنیم و مطالعه داشته باشیم، پس هیچگاه ما دست از مسئولیت نمیکشیم، چی در نماز، چی در تلاوت و چی در همه چیز برای ما خوشایند می باشه و تمام از این به بسیار یک رضایتمندانه پیش میبریم. پس مسئولیت پذیری خیلی ها مهمتر است. بانو سوسن عزیز، خودت از ترابیت کردی که انشالله همگی ما شما را خداوند توفیق عمل نصیب بکنه که نمازهای خدا به سر وقت بخوانیم. کسب ثواب کسایی که در خانه تراویح میکنن و کسب ثواب کسایی که در مسجد تراویح میکنن چقدر تفاوت داره؟ و خانم هایی که در خانه تراویح میکنن آیا ثواب را که آقایان در مسجد تراویح میکنن میبرن؟ خب در بحث از فامیل ها زیادتر مروج است که اینها آقایان خانواده زیادتر امو نماز فرضی خودشان را به امو قسم عادی پیش میبرن، یعنی با وجودی که مسجد در کنار خانه است اما آواز آذان اقدر به خوشایند به گوش انسان میرسه، اما بازم اینها خود زحمت نمیدن. چقدر دلپذیر است که انسان برای در جمع از افراد بشینه و نماز بخونه و تلاوت و تراویح چیزا داشته باشه. بعضی اصول دین در بعضی خانواده ها خیلی ها ضعیف است. چیزی که پدر از اینها انجام داده، فامیل انجام داده، پس امو اولاد دیده بزرگ شده و تشکیل خانواده داده، پس اونم سیستم اونا هم پیش میرن. اینا هیچگاه نمیخواهند که به خاطر کسب رضایت الله متعال پیش برن. نماز از حتی شرک هم میگن که گفتنش خیلی ها از گفتنش انسان باید اجتناب کنه، اینها کفر میگن. الله متعال به روزه و نماز ما و شما هیچ اصلا ضرورت نداره، نیازی نداره، نیازی نیست. اگر تا زمانی که اساس بنیاد انسانیت را ما در وجود خود زنده نسازیم، چرا رمضان فرض شد؟
به خاطر چی دهن ما بسته است؟ به خاطر چی این اساسی سوالاتی را که ما تا زمان در ذهن خود با خودمان انجام ندیم؟ چرا غیبت در ماه مبارک رمضان و غیر رمضان منع قرار داده شده؟ این همه چیزهایی را که تا زمانی که بودشه چقدر تضرریت و ضرر بر ما داره و زمانی که انجام نمیدیم چقدر دید مثبت بر ما داره، چقدر ما را یک فرد صالح نشان میده. و از این لحب گفتن بعضی افراد زیادتر دوست دارن که هر صحبت که هیچ اصلا قابل دید نیست روی زو بپیچن. پس عملنامه های خود را با دوستای خود سیاه میکنن. این یک چیزی است که آداب امو خانواده که در ابتدا گذاشته شده و امو قسم روان است. یعنی اگر مادران عزیز و پدران عزیز در تربیت اولادای خود و در ازی که رمضان را خیلی ها اصل مهم بدانند و اینا بفهمند زمانی که یک طفل پرسان میکنه روزه یعنی چی؟ بسیار با سوالات ما برخوردیم. روزه چیست؟ تو اقدر بر از او خوب بفهمان که او احترام میره که تو بر رمضان داری او هم داشته باشه از اوان طفلیت. اگر تو برش بگویی که روزه صرف نخوردن ننوشیدن است او تو را میبینه متوجه است. عصبانیت، قهر، همه چیز تا او مغزهای از اینا اقدر ماشاءالله در گرفتن و کسب کردن مهارت خاص داره. او بزرگ شد چونین کاری را که پدر انجام میده پسر هم انجام میده. اگر مادر یک اخلاق شایسته داره، یک خانم خوب است، از دید اخلاق شایسته است، از هر دید در خانواده یک فرد بسیار خاص است، دختر طبق از او پیش میره. و هیچگاهی این گفتن نمیشه که از بیت سیب خواستن خطاست. چیزی که پدر باشه پسر هم هست و چیزی که مادر باشه دختر هم است. پس برمیگردیم خانم هایی که در ماه مبارک رمضان در خانه توان تراویح دارن و انجام میتن و بسیار به سر صداقت اینها ثواب بسیار بالایی را کسب میکنن در ضمن ازی که کارهای خانواده را پیش میبرن و غذاهای متنوع برای افراد روزدار آماده میسازن و مواظبت از فرزندان و همچنان در نظافت خانه و تنظیم خانه. ببینید اینها این خود تمامش عبادت شده و یک عبادت دیگری را هم انجام میدن. پس این خود بدون پاداش نزد الله متعال نیست. بله 100%. کسب ثواب نماز تراویح بیشتر است. چه خوب است اگر توان داریم باید نماز تراویح را انجام بدیم، در صورتی که نباید خسته شویم. به خاطر از اینکه اگر خسته شویم نه کسب ثواب میکنیم و نه هم لذت را ما و شما میبریم. بانو سوسن عزیز خیلی سپاس از خودت که به برنامه حضور داشتی و از صحبت های خیلی مفیدت ما و بیننده های عزیز بهره مند ساختی. سپاس از خودت. در اخیر اگر پیام داشته باشی میتونی بگویی. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر و تشکری خاص از شما دارم که چنین برنامه را که واقعا نیازمند برای فامیل هاست شما واقعا زحمت میکشین و آماده میسازین. پیام بسیار مهم دارم بر تمام خانواده ها، به خصوص آقایانی که روزدار هستن و اینها زیادتر امی صحبتشان است که من روزدار هستم، با من صحبتی باید نشه. گپ نزن صحبت نکن، صرف من روزدار هستم. اینها فشارات ذهنی و روانی بالای خانم ها و اما اولادهایشان دارن که ببینین نه کسب ثواب است و هیچ چیزی نیست جزی که یک فرد عصبی و روانی قبل از رمضان بودن و فعلا هم با سیستم این ماه پربرکت را از دست میتن، جزی که با دعاهای امو فامیل مواجه میشن و دیگه چیزی نیست. بیان کوشش کنین شوهران عزیز شما با خانم هایتان دست کمک بدین در ماه مبارک رمضان و اخلاق رمضانی را از آن خودتان بسازین، چی آقایان و چی خانم ها. هر کس به مسئولیت خودش اگر به بود خودش بپردازه پس زندگی خیلی ها زیبا و زیباتر میشه. بله 100%. باز هم سپاس از خودت بانو سوسن عزیز. بیننده های عزیز، بانو سوسن مبارز رحمتی بودن که در مورد ماه مبارک رمضان صحبت های خیلی شیرینی داشتن و خدا کنه که از صحبت هایش همچنان شما بهره مند شده باشین. میریم با هم یک جا دکلمه زیبا را میشنویم، دوباره زود برمیگردیم.